навиди бомдодии از رادیو آزادی تقدیم شما بینندگان عزیز. امیدوارم روزتان با برور باشد. ساعت به وقتی پراگ 7 صبح است و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما برسانم. سپاس که صبح خود را با ما آغاز میکنید. اما من شروع میکنم از وضع باد و هوا. در پراگ همین حالا که از اینجا من با شما صحبت دارم، هوای آفتابی در نظر است و احتمال می رود که گرمی به 24 درجه برسد. در مسکو هوا ابری می شود و نیز 24 درجه گرم. در پایتخت تاجیکستان هوا بی‌غبار خواهد بود و حرارت 36 درجه را تشکیل خواهد داد. مقامات روسیه جسد دو مهاجر تاجیک را که در یک عملیات ضد تروریستی در شهر کالچوگین ولایت ولادیمیر به طور اسرارآمیز کشته شدند بعد از 3 ماه حادثه به پیوندانشان سپردند. نزدیکان این دو جوان گفتند که جانب روسیه به آنها درباره مرگ فرزندانشان رسما چیزی نگفته است. خود آنها به این باورند که این دو نفر قربانی هستند. اسامدین قرغزبیکوف 34 ساله و سیفالله قرغزبیکوف برادرزاده 31 ساله او ساکنان ناحیه یاوان تاجیکستان روز 21 می در یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی روسیه کشته شدند. نور محمد قرغزبیکوف برادر اسامدین روز 21 август به رادیو آزادی گفت پس از 3 ماه تلاش به آنها اجازه دادند که جسدها را از سردخانه کالچوگینه بگیرند. قبلا FSB خدمات فدرالی امنیتی روسیه در بیانیه رسمی گفت این دو زاده تاجیکستان عضو گروه‌های تروریستی بودند و هنگام مقاومت کشته شدند. حامیان حقوق و پیوندان آنها به ادعای مقامات روسیه شبهه دارند و میگویند به جز نمایش نوار جسدها که در پهلویشان اتومات کلاشنیکوف گذاشته شده بود، دلیل دیگری به تروریست بودنشان وجود ندارد. نور محمد قرغزبیکوف برادر اسامدین و برادرزاده‌اش سیفالله را مهاجران می‌داند که تنها برای بهتر کردن زندگی خانواده تلاش داشتند. از اسامدین 3 کودک و سیفالله 2 کودک مانده است. هرچند نزدیکان این دو مهاجر کشته شدن آنها را نادرست می‌دانند، عین زمان تصمیم شکایت از بالای مقامات روسیه را ندارند. مقامات تاجیک میگویند که نزدیک به 2000 شهروند تاجیکستان در 5 سال اخیر به گروه‌های تندرو در کشورهای خاورمیانه پیوستند و بیش از 60% آنها در روسیه مغزشویی شدند. نمایندگان وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و آلمان طرح توافقنامه درباره بازپسگردانی و یا ریادمیسیون را مطرح نمودند. ملاقات جانب‌ها روز 20 август در دوشنبه صورت گرفته است. وابسته به این مسئله طرف‌ها به موافقه آمدند که بعد آموزش نوبتی لایحه توافقنامه در هر دو کشور بار دیگر بررسی گردیده برای بررسمیت درآوردن به ساختارهای دخلداری آلمان و تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شود. در صورت امضای این سند به مقامات آلمان زمینه حقوقی به تاجیکستان برگرداندن پناهجویان را که درخواست گرفتن پناهندگیشان رد می شود فراهم می گردد. هر سال دهها شهروند تاجیکستان از کشورهای اروپایی و از جمله آلمان درخواست پناهندگی می کنند. اکثر آنها ادعا دارند که در کشور به دلیل موقع سیاسی و دینی خود مورد تعقیب هستند. آلمان در برابر لهستان یکی از کشورهای اروپایی است که صدها نفر از طرفداران حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی از دیگراندیشان تاجیک در آنجا پناهگاهی سیاسی گرفتند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست. دوستانی شهر دوشنبه هفته گذشته تحقیق پرونده 4 بلاگر تاجیک را که ماه ایول امسال درباره زنان تنفروش گزارش کرده بودند به انجام رسانده است. مقامات آنها را به غیر قانونی جمع آوردن و پهن کردن معلومات شخصی متهم می‌دارد. این اتهام از 11 تا 27 هزار سومانی جریمه و یا 1 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی می‌کند. خود بلاگران میگویند که هدفشان نشان دادن مشکلات اجتماعی بود، نه پهن کردن اطلاعات شخصی. با این وجود آنها بعد بازپرسی اول نوار ویدیو را از یوتیوب حذف کردند. یک مقام داستانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت پرونده بلاگران برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است. خود بلاگران هم گفتند که از آنها خواسته شده است برای اشتراک در دادگاه آماده شوند. این بلاگران ماه پیش با هدف انجام یک نوار تجربوی زنهایی را که از آنها فاحشه نام می‌بردند در خیابان‌های پایتخت سواری ماشین کرده درباره نرخ و خدماتشان پرسیدند. طبق اطلاع دریافتی پرونده علیه بلاگران بر اساس شکایت 6 قهرمان نوار پخش شده در شبکه یوتیوب باز شده است. شخصیت این زنان و همینطور نظر آنها درباره این قضیه برای رادیو آزادی دسترس نیست. مقامات شخصیت آنها را آشکار نمی‌کنند. در ویدیویی که بلاگران هم پخش کردند چهره آنها پوشیده بود. در همین حال حقوق شناسان میگویند که اگر نسبت به بلاگران برای این نوار پرونده باز شده است، پس مسئولینی که نوارهای بداخلاقانه را با ذکر نامناسب شخص در تلویزیون‌های دولتی پخش می‌کردند نیز باید مجازات شوند.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد هفته روان قبل از ملاقات در چارچوب گروه 7 کشوری صنعتی عالم یا خود G7 پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون با منصبداران بلندپایه ایرانی راه‌های کاهش تشنج میان واشنگتن و تهران را بررسی می‌کند. سه کشور اروپایی و جمله فرانسه کوشش دارند که سوزش هسته‌ای ایران را که سال 2015 به امضا رسیده است نجات بدهند. سال گذشته آمریکا از پیمان بیرون شده تحریم‌های تهران را برقرار کرد. روز 21 آگوست ماکرون گفت او تصمیم دارد با منصبداران ایرانی بعضی تشبس‌ها را بررسی کند. روز 20 آگوست در سازمان ملل متحد کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو ایران و متفقانش را به توسعه ترور و ناآرامی در عراق، لبنان، سوریه و یمن متهم کرد. صرف نظر از نگرانی‌های نظام میان ایران و آمریکا، مقامات تهران اصرار می‌ورزند که جمهوری اسلامی در فکر مناقشه با آمریکا نیست. دو مقام بلندپایه افغانستان روز 21 آگوست گفتند که شماره قربانیان ترکیش در جشن عروسی کابل افزایش یافته به 80 نفر رسیده است. در لحظه های بعد ترکیش گفته می شد که 63 نفر از جمله کودکان قربانی حمله شدند. جشن عروسی شام 17 آگوست در یک طرفخانه کابل برپا گردید ولی با فاجعه تبدیل شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز 21 آگوست گفت 17 نفر از مجروحان در بیمارستان درگذشتند و هنوز 160 نفر دیگر در بیمارخانه و یا خانه‌شان به معالجه ادامه می‌دهند. یک مقام دیگر در وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در میان این 160 نفری مجروح بسیاری ها در حالت سنگین بوده، برخی حتی نمیتوانند از عملیات جراحی بگذرند. حمله مدهش در جشن عروسی را گروه دولت اسلامی به دوش گرفت. در پی این حادثه داماد عروس زنده ماندند ولی میرویس محمدی داماد 26 ساله که جشن عروسیش به ماتم تبدیل شد گفت توان شرکت در مراسم خاکسپاری مهمانهایش را ندارد. او در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت دیدن مرگ اعضای خانواده و یا جراحت های آنها که در توی مند شده است خیلی سنگین و تأسف آور است. دادگاه عالی قرقیزستان 21 آگوست پرونده رهبر زندانی حزب اوتاماکان اموربک تکیبوی و سفیر پیشین دوشنقل چوتونوف را برای بازبینی به دادگاه نویه 1 می بیشکک فرستاد. حکم‌های پیشین اعلام شده بیکار شدند. وکیل دفاع گفت پرونده انگیزه سیاسی دارد و بنابراین دادگاه با بیانات وکیلان پارلمان، اعضای پیشین حکومت و سیاستمداران اعتبار نمی‌دهد. به گفته حقوق‌شناس مقام تکیبوی و چوتونوف از عیبدار شده به گمان بر تغییر یافته آنها را از زندان به بازداشتگاه موقتی انتقال دادند. وکیلان دفاع تغییر حکم حبسی آنها را درخواست خواهند کرد. همچنین مسئله برقرار کردن مندت وکیلی تکیبویف نیز مطرح می شود زیرا حکم او را بیکار کردند. تکیبویف در اساس بیانات شهروندان روسیه الکسی مودین و لئونید مایفسکی بازداشت شد که گفتند به او برای کمک در خریداری سهمیه‌های شرکت قرضی میگاکام $1 میلیون دادند ولی خود تکیبویف پرونده را سیاسی می‌داند. در صدمه مسافربری در حدود ولایت بخارا 9 مهاجر تاجیک مجروح شدند. این مسافربری خورد نوی مرسدس 18 نفر را از روسیه می‌آورد. صدمه روز 19 آگوست در حدود نویه جاندار ازبکستان رخ داده است. مقامات میگویند چرخ مسافربر کفیده ماشین از راه به بیرون برآمد. بنا به خبر رسانه‌های ازبکستان 9 مهاجر تاجیک را با زخم‌های گوناگون به بیمارستان بردند. به 6 نفر آنها جواب شده است. 3 تن دیگر در شفاخانه هستند. در رابطه با این حادثه پرونده بازگردیده است. در آغاز ماه آگوست نیز یک مسافربری حامل مهاجرین تاجیک در ولایت ریزن روسیه به صدمه دچار شد. در نتیجه 6 شهروند تاجیکستان از جمله یک دختر 14 ساله جان باخته 8 تن دیگر زخمی شدند. این مسافربر نیز در راه به سوی تاجیکستان بود. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. برخی برای مدت طولانی در آنجا میمونند، برخی دیگر در 3 یا 4 ماه دوباره به وطن برمیگردند. آنها میگویند از بس که نرخ بلیط هواپیما گران است بیشتر از خدمات مسافربرها استفاده میکنند. ائتلاف ضد شکنجه با یک درخواست از سرایست قشون‌های سرحدی می‌خواهد عبور احتمالی 2 کارمند پلیس گمانبر در شکنجه را از مرز کشور مشخص کنند. این 2 کارمند میلیسا در لطوکوب و شکنجه امید کویاتف ساکن 38 ساله پایتخت متهم دانسته می‌شوند و با شروع تحقیقات پرونده پنهان شدند. مقامات دادستانی نویه فردوسی قبلا گفته بودند که با دلیل فراری کارمندان پلیس سفردادر و زبیدالله سنگین مرادزاده این نهاد
تفتیش پرونده آنها را بازداشته است. عمر جانی مالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 21 август ба رادیو زودی گفت دو کارمندان میلیسایی که در نسبتشان پرونده بازگردیده است از صف کارمندان امور داخله اخراج کرده شدند، ولی اوید به جای بود و باشی آنها مقامات داستانی باید پاسخ بدهد. در داستانی نایب فردوسی پایتخت از شرح پرونده دو کارمند پلیس که در شکنجه حکایتوف متهم میشوند خودداری نموده، تنها تاکید نمودند که پرونده آنها را به داستانی شهر دوشنبه ارسال نمودند. در حالی که از حادثه شکنجه امید حکایتوف 5 ماه می‌گذرد، هیچ یک مقامات انتظامی مربوط به این قضیه نمی‌خواهند در این باره گمانبران شکنجه او صحبت بیشتر کنند. امید حکایتوف را روز 21 مارس امسال با نشانه‌های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه‌های چپ و راست به بیمارستان بردند. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند. یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به قایقرانی که 21 август در شهر ژگید مجارستان شروع می شود شرکت می ورزند. در این مسابقات جهانی شرکت ورزشکاران از 101 کشور در نظر است. به اطلاع دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان در قهرمانی جهان 5 ورزشکار تاجیک اشتراک می کنند. در مسابقات قهرمانی جهان اوید به قایقرانی ورزشکاران امکان به دست آوردن راه خطاب به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو را دارند. در هر نوع رقابت‌ها ورزشکارانی که جای‌های از یکم تا پنجم را می‌گیرند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 مشرف می‌شوند. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز می‌گوییم که از طرف بانک ملی تعیین شده است. $1.9.68 درهم، €1 10.75 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 145 سومانی. با سپاس از همراهی شما و فراموش نکنید که در دوام روز بازم با شما ملاقات خواهیم داشت با خبرهای بیشتر از این. روز خوب داشته باشید.